بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، ای برادر روزدار و ای خواهر روزدارم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نادیده نگیریم و نگفته نماند که روزه یک نوعی از نوعهای جهاد است. روزه ماه جهاد است و این روزه یکی از نوعهای جهاد است. ما باید این نقطه را اهمیت ویژه‌ای بدهیم، چون این نقطه که امروز ذکر می‌نماییم نقطه بسیار مهم است. ما ذکر کردیم که رمضان ماه جهاد است و این روزه یکی از نوعهای بزرگترین جهاد است. یکی از بزرگترین نوعهای جهاد است که انسان در این ماه مبارک با نفس خود جهاد میکند، با نفس خود مبارزه میبرد و این جهت جهاد از جهات دیگر قسمت ها کمتر هم نیست. از این جاست که بعضی از نفران ماه مبارک رمضان را ماه تربیه روحی، ماه تربیه جهاد نامیدند که در آن مسلمان برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی آمادگی می‌گردد، با جان و مالش، با گفتار و عملش، چی آشکار و چی نهان باشد. پس این معنا که رمضان ماه جهاد است، این معنای بزرگ است، یک معنای بزرگ است و یک معنای تأثیرگذار در حیات بنده است. خصوصا وقتی که ما جهادهای اسلامی گذشته را نظر میکنیم، از قهرمانی‌های آنها، از فتح و پیروزی‌های آنها بسیار یک تاریخ پرحشمت و بزرگی هم ما داریم که یک صحیفه‌های جاودانه در این حیات بشریت قرار داده است. یک فتح و پیروزی‌های بزرگ در بیان برداشتن کلمه حق و شکستن باطل و اهل باطل نوشته شده است. همه این را از جنگ بدر کبرا، جنگ بدر بزرگی که آغاز شد تا فتح مکه مکرمه، سپس نبردهای بزرگ اسلامی مثل یرموک، حطین و عین جالود و در آخر جنگ دهم از رمضان سال 1339 هجری، نصرت و پیروزی‌های بزرگ در این ماه الله سبحانه و تعالی بر بندگانش عطا کرده است، بر مؤمنان. پس از این رو ما مسلمان ها برای ما لازم است که این ماه مبارک رمضان را ماه فرصت بشماریم تا بسیار معنی های بزرگی را در حیات خود قرار بدهیم. از این ماه های مبارک ما باید بیاموزیم و خود را در بیابیم و خود را در این ماه مبارک تربیت نماییم. پس از این رو برمی‌آید که آن چیزی که از بنده طلب کرده می شود نه تنها گرسنگی و تشنگی به این محدود نیست، بلکه این یک نقطه اولینی آماده کردن نفس برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی و نصرت دین او و قوی کردن اراده بنده برای برداشتن کلمه لا اله الا الله و رساندن رساله حق و حفظ حدودهای او سبحانه و تعالی و عزم جدی و قطعیت، راستی و امانتداری رو در بر میگیرد. نه تنها یک خورده و نوشیدن، بلکه آماده سازی نفس خود برای رشد و آینده روشن. برای همین جهادی نفس، آماده سازی نفسی که دلها را خراب میکند، هوا و هوسی که به سوی هر چیز رغبت ها دارد، شهوت هایی که قاتل است، از همه اینها انسان دست میکشد و به سوی پروردگار روی میآورد. همه این را با خواهش نفس خود ترک میکند که کسی او را مجبور هم نمیکند. این از آن چیزی که بنده در این ماه مبارک با نفس خود، با هوا و هوس خود، با شهوات خود مبارزه می‌برد و او را شکست می‌دهد. شاید در غیر رمضان این کارها را انجام بدهد، ولیکن گاه مغلوب می‌شود. انسان در برابر هوا و هوس خود مغلوب می‌شوی، در برابر شهوات خود مغلوب می‌شوی، در برابر آرزوهای خود مغلوب می‌شوی. ولیکن مجرد فرارسیدن این ماه مبارک تو همه این را اگرچه یک جا هم بیای غلبه‌شون می‌کنی. از همین لحاظ اگر این عهده براری را، شکست نفس، شکست هوا و هوس، شکست شهوات ها را اگر انسان توانست در خود پیدا کرد و از خود دور کرد این دشمنان را، پس می تواند که آن عهده داری، آن مبارزه‌ای که با دشمنان در راه الله سبحانه و تعالی با جنگ سلاح است، در آن آمادگی شده باشد. پس یکی از مبارزه هایی که انسان با هوا و هوس خود، با شهوات خود و آماده سازی خود برای در راه الله سبحانه و تعالی برآمدن، این با گرسنگی و تشنگی که برای بندگان در این ماه از دمیدن صبح تا نشستن آفتاب حرام قرار داده است. پس از این موسم رمضان بهره ببریم. در این موسمی که در آن چشمها، روحها با اطاعت الله سبحانه و تعالی فعال می شود و به سوی او باز می گردد. و همچنین برای ما بندگان الله لازم است که با او سبحانه و تعالی
یک عهدی داشته باشیم، یک پیمان بکنیم که این عهد و پیمانی که در این ماه رمضان این رو بستیم، هوا و هوس و نفس شهوت ها رو شکستیم، این پیمان رو هم در بعد رمضان هم فعالیتش رو قطع نکنیم و سستی هم تنبلی هم ننماییم، بلکه این مبارزه خود رو بعد این شکست که هوا و هوس نفس رو شکستیم، بعد این باز ادامه اش بدهیم تا اینکه بر ما و شما باز غلبه نکند. چنان عبادت نماییم که روحمان شاد بگردد، بدن سلامتی بدن پیش بیاید، روح ما صفا بگردد. از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که همه را در دین استواری نصیب بگرداند و قوت بدهد و در راه راست موفق بگرداند، و درستی که او سبحانه و تعالی ولی و قادر بر آن است.